اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام از شما برادران و خواهران بزرگوارم. تبریک عرض میکنم این ایام رو. انشالله پر از خیر و برکت و سرور و سود و زیبایی و خوشحالی و شادی باشه برای شما و خانواده محترمتون. خب موضوع جهاد تبیینه و در واقع اگر ما خودمون فکرمون بر اینه، زعممون اینه که این سالها مشغول به همین کار بودیم. منتها به نظر میسه ملاحظات داره، چون بعضا دوستان ما رو تو خیابون این طرف اون طرف میبینن، میگن چرا راجع به این موضوع صحبت نمی‌کنی؟ چرا راجع به این موضوع صحبت می‌کنی؟ چشم آقا میاد علی آروم آروم ما رو گرم بشیم. چشم. چرا راجع به این صحبت می‌کنی؟ چرا صحبت نمی‌کنی؟ این که در واقع اصلا عقلانیت یعنی فهم این که دقیقاً چه زمانی راجع به چه چیزی باید صحبت کرد. مثلا جهاد طبیعی یعنی همین. شاید یک صحبتی رو من کچلواری هرگز نباید بکنم و یه روحانی حتما باید بگه، و بالعکس شاید یک مطلبی رو، یک حرفی رو، یک کاری رو یک روحانی نباید انجام بده، بگه به مردم، بنده نوعی باید بگه. شاید یک موقع یک مسئول نباید حرفی رو بزنه، یه غیر مسئول باید این حرف رو بزنه. امیرالمومنین علی علیه السلام زمانی که به خلافت رسیدن به عنوان حاکمی که دیگه سنی ها هم قبول دارن، من خلیفه، فدک رو پیگیری نکردن. خب این یه سوال دیگه، حتما چون حضرت نمیخواستن فردا بگن فلانی تا سر قدرت اومد رفت سراغ مسائل شخصی خودش، چون اساساً امر تبلیغ اینطوره که شما این پیام رو باید به مخاطب برسونی که ما اسألکم علیه من اجر، چیزی گیرم نمیاد بدونید، نباید این کار انجام داد. یا برادران و خواهران عزیز در عرصه تبلیغ نیان، این جهاد کفایی است، نیان. یا اگر میان یک سری مسائل رو باید بر خودشان حرام کنن. اگر روحانی هستن، اگر مداح هستن، اگر مثل من مکلا سخنران هستن، کسی نامه فدایت شهادت برای ما نفرستاد حتما پاشی بیاد. اگه شما نباشید الان مثلا مملکت سقوط کرد و فقط شما میتونید کشور نجات بدید و اینا، نه. اما وقتی میایم باید یک سری حلال ها رو ما بر خودمون حرام کنیم که کسی دیگه اگه انجام میده اشکالی نداره ها، جرمم نیست، اما شما باید این کار رو بر خودت واجب کنی. چرا؟ چون میخوای جلوی بهانه‌گیری رو بگیری. یک بحثی مطرح شد چند وقت پیش راجع به پاکت هایی که یه سری از افراد میگرفتن. حالا ما دیگه نمیخوام خودم به اون دامن بزنم، بازش نمیکنم، و خب یه حاشیه درست کرد در مورد مداحان. خب همین موجب سری مسائل شد که من اصلا نفیاً و اثباتاً نمیخوام وارد اون بشم. یه مدل عمل کردی من خودم به شخصه دارم، اونم نمیتونم جبر کنم بر بقیه بگم شما حتما باید اینو گوش کنید. نه این نه منطقیه، نه انصافه، نه منصفانه، نه هیچ کدوم. اما یک نفر یک موقع است یک خواننده مذهبی است، دقت کن، یه موقع است مداحه. از نظر من دو تا با هم فرق داره. بعضیا مداح نیستن، خواننده مذهبی هستن. یعنی همون جوری که یک خواننده روی استیج میره، روی سن میره، رفتار سلبریتی گونه داره،
این خواننده مذهبی هم داره، این همون خواننده است، فقط ژانر چیه؟ مذهبی. یکی عاشقانه میخونه، یکی هم میخواد مذهبی بخونه. اینها رو من تفاوت قائلم، خودم به شخصه عرض کردم، من نظر خودم بود. بنده رائفی پور من هیچ مسئولیتی در جمهوری اسلامی ندارم، بدونید. مشاور بودم، مشاور برخی از این آقایون بودم که بعداً فهمیدم خودشون بر من حکم دادن، من اصلا خبرم نداشتم، که بعداً اقدام به تمدید اون حکم ها هم نکردم. یعنی مثلا از من خواستن آقا بیا این حکم مهم بود، مثلا احکام شاید یه دی برش سر کله بنشونن، خب برای من مهم نبوده. مثال از خودم میزنم، اون کسی که کاری نداشته باشم. روزی که رفتم ازدواج کردم اینو گفتم بارها، گفتم ببین چون من معروف بودم، اول سخنرانیام بود، بعد ازدواج کردم، اینجوری نبود که مثلا گفتم آیا میخواید شما با بنده ازدواج بکنید، این شروط منه، من خونم از این خیابون بالاتر نباید بره، چه مسئولیتی داشته باشم چه نداشته باشم. عمدنم اومدم تو سخنرانی عمومی گفتم، میدونی چرا؟ که نتونم بعدم بزنم زیرش. چرا؟ چون همسایه ما رو ببینه بگه ای خالی بند این اینجای حرفو زدی تو که الان مثلا فلان منطقه داری زندگی میکنی. گفتم من این نوع ماشینا رو سوار نخواهم شد. ماشینی که مردم برگردن با چششون نگاه کن، با دست نشون بدن. یه زمانی شما 206 سوار میشدی مردم برمیگشتن با دست نشون میدادن، اما الان نه. درسته؟ خب آیا بنده مسئولیتم تو جمهوری اسلامی خیر؟ زارو زندگی من به اندازه کل مسئولین جمهوری اسلامی تنها شفاف کردم. وظیفه‌ای دارم؟ خیر. اون مسئول چشش کور دندش نرم باید این کار کنه. وظیفه‌ش اون که نمیکنه، که داریم میدویم خون به جگرمون کردن و بفهمیم بالاخره تو چیکاری نمیکنه. بعد وقیحانه از تو هم میخوان یا من چه مسئولیتی دارم؟ اما باشه. یعنی عرض من اینه، اون کسی که میخواد پیام رسان باشه، میخواد جهاد تبیین بکنه، اولین کاری که باید بکنه برادر من اینه که حجت رو تمام کنه، بهانه باقی نمونه. این که رهبر انقلاب بچه‌هاش توی مملکت کاری نیستن، میتونستن کاری باشن. چرا این کارو کرده؟ شفته تا من زندم حق ندارید، اگه میخواد بیاد اسم من از شناسنامه‌تون پاک کنید برید. این یک چیز اضافه است. پیامبر پیش یکی از همسرانش میرفت، پیش زینب بنت جحش میرفت، از اونجا میرفت پیش یکی دیگه از همسرانش، دیگه اسمشو نبریم، قابل حدسه. اینا با اون یکی رفیقش، گردوتاشون هم پدرانشون بعدن به مسئولیت رسیدن، هر جفت. گفتن هر موقع پیامبر از خونه زینب اومد خونه تو بگو دهنت بو میده. با هم هماهنگ کردن. دیگه وجوه شأن نزول این آیات اینه، سوره تحریم. پیامبر بعد از خونه این همسرش زینب میرفت خونه این یا خونه اون، نه هماهنگ بودن با هم. چقدر دهنت بو میده. پیامبرم یه خلق عظیم عجیب غریبی داشت، به روی اینا نمی آورد که بابا دیگه پیش ما فیلم بازی نکنید. پیامبر خدا انقدر کرنش میکرد، انقدر به حرف اینا گوش میداد که خود اینا لقب پیامبر گذاشته بودن اذن، یعنی گوش. زبان املا یعنی زود باور. که آیه قرآن نازل شد گفت شما پیغمبر میگه زود باور، پیامبر میگه اذن، بدونید همین براتون خوبه. اینقدر مهربان بود، به روشون دل نمیشکن، تو رو طرف نمی آورد. اینقدر اینا تکرار کردن. پیامبر فرمود والله من خونه بنده خدا میرم به من عسل میده. حالا شاید ببین امیرالمومنین میفهمه، دقت کن اینا تو زندگیت به دردتون میخوره. امیرالمومنین فرمود یه نفر رو مقابلش قرار میگیرید، کنج رینگ نذاریدش، براش معذوریت بتراشید. بازجو نیستید شما طرفو گیر بندازی حکم بگیری براش.
همون کسی که قاضیه تازه بهش توصیه شده راه فرار یاد بده. بیا حالا مست آوردن چی شده این رفتی دندون پزشکی این سر کننده زدن به دندونت این بو الکل میده یعنی همینو بگو برو. حالا فکر کن طرف با زن و بچهش دنبال بازجویه. بعضی اینجوری هن. اینا شک نکنه خانوادهشون از دست میدن، چون سختگیری و مذمت و طعنه دائم ولو درست محبت از بین میبره. اینم روایت. باز خب میگم این سیره اهل بیت همین طور بوده. یه راه فراری میذاشتن، به روی طرف نمی آوردن. پیامبر فرمود شاید، ببینید شاید اینو که من عسل میده، شاید اون زنبور یه گیاه الغم میشسته، یه گیاه تلخیه که یعنی عسلش هم چیه؟ تلخ شده. من اون عسل رو خوردم بعد دهنم بوی تلخی میده، بعد بوی من دیگه عسل نمیخورم. منتها شما نرید تو کوچه بازار بچرخونید بگید پیامبر عسل نمیخوره ها. چرا؟ چون عسل چیه؟ شفاء للناس. خدا دو جا تو قرآن میگه شفا، یکی میگه قرآن رو میفرماد شفا، یکی عسل رو میفرماد شفا. شفا نه ها، شفا اسم میگه در راه جهنم اسمش، شفا با کسره. بعضی میگیم خدا شفاعت بده، بنده خدا رو حواله چی دادیم دیگه، حالا خودم قبول میکنه از ما. ببین اینجا فارسی داریم میگه. یعنی دوستان لبنانی میگفت شما ایرانی‌ها رو خدا خیلی دوست داره، شما برای ظهور دعا میکنید، ما هم برای ظهور دعا میکنیم، منتها خدا حرف شما رو گوش میکنه. گفتم چرا؟ مگه ما با هم فرق نگاره؟ شما میگه عجل، ما میگیم عجل. عجل یعنی عقب بنداز، عجل یعنی سریعتر با عجله. گفت خدا ظاهرا شما رو بیشتر دوست داره. این طرف اون طرف نرید بگید، تو شهر نپیچین. شفاء للناسه. قرآن شفا فقط برای مؤمنینه، عسل شفا برای کل. کافرم بخوره برش خوبه، نه اونه که دیابت دارن آباز. خدمت شما عرض بشم که از قضا رفتن همه جا رو پر کردن. خیلی عجیبه نا. رفتن همه جا رو پر کردن که آره پیامبر دیگه لب چند وقتی به عسل. چرا؟ نمیدونی اون حسادت زنانه دیگه. آره دیگه میرفت خونه زینب میومد اونجا و قصه این بود و فلان و به همان. و این آیه نازل شد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك. چرا چیزی خدا برات حلال کرد و حرام کردی؟ تبتغی مرضات ازواجک والله غفور رحیم. برای خوشنودی همسرانت حلال خدا رو به خود حرام کردی؟ برای اینکه این دوتا دیگه ول کنن؟ چرا میگیم این دوتا؟ به خاطر اینکه قرآن میفرماد اگر تتوبا توبه کردید شما دوتا، دو زنا رو میفهمیم دوتا از همسرانشون. شاید نزولش هم هست، حالا شون دیگری هم غیر کردن اگر معروفشن. خب میگم پیامبر ببینید چطور برخورد کرده. آیا سیره ایشون برای ما سند نیست؟ حجت داره تموم کنه، میخواد دهن اینا رو ببنده. ول نمیکنن دیگه. یه باشه من اصلا نمیخورم، فقط نرید بیرون بگید مردم اصل خوردن رو بزنن کنار، که همون هم رفتن گفتن. کسی که امر تبلیغ انجام میده اگر معلمه، اگر معلمی شغل انبیاست، نبی خدا، خیلی وقتا حلال رو بر خودش حرام کرد. کونوا دعاة الناس بغیر السنتکم. مردم میخواید دعوت کنید، با زبون دعوت نکنید، با عملتون دعوت بکنید. اگر من مسئولی بودم که با فرزند خودم برخورد کردم، با معاون خودم برخورد کردم، با برادر خودم برخورد کردم، خطا کرد، اون موقع این مردم ببینن داری با بقیه برخورد میکنی، نه تنها اعتراض نمیکنن، میگن خدا پدرش هم بیامرزه، حتی بیشتر باید برخورد کرد. دقت کن. باز هم بابت این هم آیه قرآن داریم هم در سیره داریم. موسی رفته به میقات، رفته تورات رو بگیره. 30 روزش شد 40 روز. تا روز 30 هم اینا خوب بودن ها، چون 10 روز قاطی کردن. روز 31 این سامری
نفس دیگه. گفت سولت لی نفسی، نه پای شیطان وسط بود نه چی از نظر او. گفت خودم نفسم منو گولم زد، سؤال برام تعریف کرد، دردم گرفت. موسی دیدم جا خودت داداشتو گذاشتی. گفتم من چیم کمتره؟ میگه نسل یوسف بود سامری. گفت جد من پیغمبر به اون معروفی، ما از نسل یوسفیم، شما از نسل لاوی هستید. دردش گرفت، ریخ به هم دیگه. حضرت موسی خودش هارون رو جایگزین گذاشته. وقتی برگشت اینا دارن گوساله می‌برسن، اولا که تورات رو پرت کردن بر همینم درش ان فی هذا لآیات لأولی الالباب، اینم نکاتی درش نهفته است که چرا احترام امامزاده رو باید متولیش نگرد. تورات انداخته اون طرف و علق الالواح. چرا آقا این قرآن امروزش کنیم، این قرآن بدون ولایت هارون به درد شما نمیخوره. کما اینکه قرآن هم بدون ولایت اهل بیت از توش داعشی در میاد که تو با آیات قرآن آدم سر میبره. مثال اینی نه آیه قرآن، اینا باید پاسخ بدن کسی که ولایت اهل بیت رو قبول نداره. بعد اومد شروع کرد هارون رو زدن. حضرت موسی پیامبر نمیداند که هارون پیامبر گوساله پرستی نمی کند؟ اینو چرا زد؟ قرآن میگه یجره، یه جوری گرفته بود موها و ریشاشو گرفته اونجوری میکشید ولا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، ریشم و لحیه من و موهای سرم رو ولم کن. هارون داره میگه آیه قرآنه. قشنگ میدونیم مدل کتک زدن رو هم بفهمیم. قرآن این ماجرای حضرت موسی میگه خیلی قشنگ. نمیدونم چرا مدل کتک زدن هم توضیح میده، یعنی فعلی که استفاده میکنه و وکزه هم میگه دیگه. اون میگه اون قبطیه رو که زد اون ضربه کفگرگیه تو عربی، یه اینجوری خودش افتاد مثلا مرد. خود توی پیغمبر اولوالعزم نمیدانی هارونی که خودت جانشین خواستی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی قال قد اوتیت سؤلک یا موسی، ما هم قبول داریم آدم خوبیه. گوساله پرستی پناه بر خدا، از آدم عادیش پذیرفته نیست، از پیغمبر خدا چرا این کار کرد؟ بقیه غلاف کردن دیگه. اونا که دیدن عجب هارون که جلوی ما رو میگرفت توی داره میزنه، یا ابوالفضل میخواد با ما چیکار کنه. شما بچهای همسایه و مهمون و فک و فامیل میان خونتون دارن شیطونی میکنن، سر کی داد میزنی؟ بچه خودت. چه گناهی کرده بچه تو شده؟ دقیقاً همون گناهی کرده که بچه تو شده. همینه. حضرت زهرا سلام الله علیها همین رفتار با امیرالمومنین داره. امیرالمومنین وقتی زانوی غم بغل کرده میگه چرا مانند جنین در رحم مادر نشستی؟ باید بلند شی حق تو بگیری. یعنی چی؟ یعنی مطالبه دیگران است. خیلی وقتا ولی جامعه دستش بسته، تو باید بفهم. امام جامعه نمیتونه کاری بکنه، تو باید بفهم. امام جامعه بره سمت فدک میگن دیدی این اصلا حکومت رو میخواستن بیان برخوشو بردارن ببرن، بیت المال رو میخواستن بردارن ببرن. امام جامعه از حق بیان مسلم و محکم و مبرهن خودش میگذره. برای چی؟ برای اینکه بقیه صدشون دانه. بعد حالا موسی با اونا چیکار کرد؟ فقتلوا انفسکم. یه شب تا صبحی که ما هم نبود، شب تاریکی بود، گفت شمشیر بگیر. باید از خودت دفاع میکردی تو تاریکی، وگرنه کشته میشدی. هوا که روشن شد دیدم پسر پدر کشته، برادر برادر کشته. امروز من معتقدم یک جاهایی برخی از مسئولین ما اینو رعایت نمیکنن، برخی هم رعایت میکنن. یک روز به یکی از مسئولین عالی رتبه کشور من گفتم که گفت چرا اینطوره؟ گفتم شما اول بالا شب بیا پایین، تازه بعد حرف بزن. اصلا تا موقعی که اون بالایی اصلا حرفت مسموع نیست. روبروش یه عزیز دیگه بود، اونم آدم خیلی خوبی، نمیدونم چون حرف زد، اصلا بعد اون من نگاهم نسبت بهشون تغییر کرد. گفت اینا افراطه. گفتم اینا افراط نیست، این سیره امیرالمومنینه. وای بر ما که روز سیره امیرالمومنین بشه افراط. یادتون نره تند روی بد است. تو چی؟
تو کجراه تون روی بد است. تو مسیر درست از قضا چی؟ تون باید رفت. والمسارعین الیه فی قضاء حوائجه، میگه سرعت بگیر تو این که بیای حوائج امام زمانت رو تو بری برآورده کنی. الان حضرت ولیعصر ظهور بفرما بگه آقا یه لیوان آب میارید، مردم چیکار میکنن؟ عروس سر و کله هم دیگه والا میرم من زودتر آب برسونم. ها یه مثال ساده زدم از یه آب خواستن. فلیتنافس المتنافسون، برای رسیدن به اون شیء نفیس مسابقه بدید با هم. و السابقون السابقون اولئک المقربون، از قضا اونایی که مسابقه میدن میخوان نفر اول باشن اونا مقربن. اونایی که قدیمیان، اونایی که زودتر اقدام کردن. بله فرقه که چه کسی اولین بار به پیامبر ایمان آورد ما اون کسی که بعد فتح مکه ایمان آورد. بعد فتح مکه اونی که برای پیامبر ایمان آورده، بر اسلام ایمان آورده، دنبال پول و پله بسا بوده. اما اونی که در همون روزهای اول زیر شکنجه بودن، سنگ میزدن، شکم گوسفند خالی میکردن رو سر مبارک پیامبر، اون موقع ایمان آورده، اونی که جز 2 ستای اولی بوده، اونا با هم برابرن؟ هرگز. و السابقون السابقون اولئک المقربون، اونا نزدیکن. پس این تندروی و کندروی و اینا یک معنی داره، اینا بد استفاده میکنن و مرضم توشه ها. بهتون بگم مرض اینا نفاقه مثلا اینا نفاقه. ما بهتره بگیم کجروی. شما صراط مستقیم 2 تا پرتگاه داری، یکی این طرف یکی این طرف. بله اینجاها بعد از قضا آروم رفت، نیفتی دیرتر بیفتی، اما اینجا که اون وسط خط چین جاده ای گازشو باید بگیری بری. فکر کنم پلیس راهنمایی گذاشتن اونجا، مثلا بالای 120 رو میگیرن. هارون مکی اومد بر امام صادق علیه السلام وارد شد، اون خراسانی قبلش اومد آقا چرا قیام نمی‌کنی؟ حضرت فرمود ما کسی رو نداریم. با آقا خیلی داری، 100,000 تا آدم داره. نه بلکه 200,000 تا داری. همین تو همین هیروبیر بود، حضرت فرمود که تنور روشن. گفت بپر تو تنور ببینم. و کی؟ تنور؟ برای چی؟ من تو مرگوش می‌بینم. گفت چی میگه؟ هارون مکی اومد سلام علیکی کنه، کفش زد زیر بغلش. امام صادق فرمود بپر تو تنور. شیعه تنوری یعنی معروف دیگه. با کله پری تو تنور. حضرت اومد این در تنور گذاشت. گفت خب حالا داشتی میگفتی خراسان چه خبر؟ این دیگه اصلا گوش نمی‌کرد، همش تنور داشتین با می‌کرد. ای بابا سوختی چی میگه آقا؟ من تعلل نکرد. عمل کرده من و شما باید جوری باشه که دست ولی جامعه برای کار، برای ابلاغ، برای حجت تمام کردن پر بشه. یک زمانی سر هم ماجرا جمهوری آذربایجان گفتم فلان، گفتم آقا شما دولت جمهوری اسلامی هستی، یه سری چیزا دیپلماتیک رو باید رعایت بکنی، او سر جای خودش. میدونی من هیچ وقت مدافع حمله به هیچ سفارتخونه نبودم، مخالفت هم کردم، اشتباه هم اینو میدونستم، هزینه‌زایی برای کشور نقد هیچ جام پیدا نمی‌کنه و هیچ وقتم اینا که میگن این عکساشونو میدم بیرون این جلو سفارت فلانجا بوده، اما ها چیزی پیدا نمی‌کنه. اما یک روز یک کشوری غلطی داره میکنه، نه جلو سفارتش، آقا مردم دارن شبکه‌های اجتماعی کنشگری میکنن، اعلام موضع میکنن، میگه ما راضی نیستیم. حالا مرتیکه اردوغانه. برخلاف چرا دارید روابط تو کشور؟ چی میگی روابط تو کشور؟ چرت و پرت میگی؟ از قضا هر چی این مردم بهتر مطالبه کنن دهن اون دیپلماتیک ما بازتره. میگه نگاه کن با تو رابطه دارم بر خلاف نظر مردم ها ضرر دارم میدم ها، دفعه بعد گروه من، جریان من، حزب من رأی نمیاره ها. مگه همین فیلم صحبت‌های آقای ظریف با البرادعی رئیس انرژی اتمی نیستش که میگه که آقا اگه با ما به نتیجه نرسی زودتر مخالفای ما رأی میارن ها.
داره از همین ابزار استفاده میکنه دیگه. حالت خوبش به این برداشت خوب اینه که داره از همین ابزار استفاده میکنه برای اینکه مذاکرات رو پیش ببره. میگه وگرنه به قول لولو خورخورا میان سر کارا. ببین ما چقدر خوبیم، بگولی مگولیم، اونا خطرناک آدم میخورن و مثلا اینجا این مطالبه دست مسئول جمهوری اسلامی رو باز میکن. بله من با دو قطبی سازی مخالفم. اصلا که از شروط بدونید کار صهیونیست‌ها در دنیا یکی از اصلی ترین کارهاشون ساخت دو قطبیه. خیلی از اونها خربزه میخوره یا هندوانه، آدم عاقل میگه هر دوانه، چرا این یا اون جفتشون. خیلی از این دو قطبی ها ساخته شده که همیشه ما روبرو هم باشیم. محیط زیست یا صنعت همراه با حفظ محیط زیست. یعنی چی؟ این جاده رو اگه بزنید این چوبا قطع میشن، فلان میشن، به همان میشن، این خط لوله گاز رو اگه بکشید این جنگل خراب میشه. میگم خب باشه، راست میگی، بارکلا. یه نکته فقط، بله بفهم، این گازه رو اگه نکشیم تا اونجا ملت گاز نداره، همین چوبا رو 10 برابر میبرن از جنگل میشکنن برن میسوزونن. اوکی؟ عقل داری؟ آدم عاقل سبک سنگین میکنه. نه همیشه باید جاده زد یا نه همیشه باید جلو جاده رو گرفت. یه بار جلوی جاده رو میگیری، یه بار کمک میکنی جاده زودتر هم از قضا زده بشه. به خود ما میگن چرا الان شما در برخی از مسائل اقتصادی با فلان گروه همراهید؟ میگم بلکه حرفشون حساب. نه الان اونا یه خورده مثلا با بچه‌ها و یه سوپر حزب اللهی فاصله دارن. میگم داشته باشن، حرفشون حساب چیکار کنم؟ الان یه نفر بیاد بگه اینجا روزه، من حرف او رو باید قبول کنم یا که میاد میگه شبه، که الان شبه ولو مسجدی هم نباشه. برای شما از ما همچین چیزی نمیبینید. میبینید توی مسئله کاملا این طرف، توی مسئله این طرف، توی مسئله باید ببینید حق کدومه. تازه هر حقی هم جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. هر حرف راست معلوم به جامعه بریزه به هم. میگه آقا امر معروف نهی از منکر کن، میگه مفسده داره یا نداره؟ یه شرطی داره. همه اینا یعنی که جامعه رو به عقلانیت دعوت کن تا بتونن درست تشخیص بدن. یا رفتار آدمای عاقلی که این مردم قبول دارن رو بیاد براشون بگید. یعنی کی؟ مقدسن، یعنی اهل بیت. بیا سیره براشون بگو. او اهل بیت مورد مشابه چیکار کرده؟ نه شروط کن. ما الان هر سر حجاب دو قطبی، سر فیلترینگ دو قطبی، سر قیمت گاز و بنزین هم چی دو قطبی، سر هر چیزی. کشور کارش پیش نمیره. کشور کارش پیش نمیره. سر هر تصمیمی کدوم یا اما یه بدیهیات وجود داره. این شبکه‌های اجتماعی ابزاری است که کار ما مردم رو خیلی راحت کرد. خیلی راحت کرد. تا قبل این ما خبر نداشتیم از همدیگه، اونور ایران و اونور دنیایی که سربازی و یکی کجاست، دانشجو، بعد وای میسته تلفن گیر بیاره. حالا باز این نسل جدیدتر میدونن، اون اولا که اصلا توی هر کوچه یه نفر تلفن داشت، میرفت همسایه‌ها رو صدا میکرد، گفت مثلا نیم ساعت دیگه زنگ بزن میومد خونه تلفن بتونه حرف بزنه. خب الان این ابزار فراهم شد. خطر داره؟ بله. شرط عقل چیه؟ تا جایی که میتونی خطر یک چیزی رو کم کنی، فوایدش رو چیکار کنی؟ بیشتر کنی. چند نفر آدم میشناسی تو تصادف به رحمت خدا رفتن؟ هر کسی تو فک‌ومندش یه دونه داره. جز اینه؟ بیاد ماشین رو بذاریم کنار. کدوم احمق این حرفو میزنه؟ یا نه میگه ماشین رو بهتر کنم، کیسه هوا بذارم، کمربند ایمنی ببندم، ترمزاشو درست کنم، جاده رو درست کنم. میگین درصد تصادفات بیاد پایین، از این طرف اون ماشین که وسیله است برای سرعت بیشتر به کار من بیاد. من واقعا نمیتونم تصور کنم مثلا قدیما نمیدونم مثلا 3 ماه تو راه بودن برن یه مکه برگردن. امام از نجف میخواست ماشین بگیره بره کربلا زیارت، ماشین کرایه کنن، رنت کنن. اون موقع تو هم عراق سال 40 که اونجا بوده، دهه 40 که اونجا. آقا ماشین درست حسابی برای ما بفرست. ما میگم ماشین خوب بفرسته، تو راه گیر نکنیم.
چون هدف میخوام برم زیارتم کنم بمونم، مثلا چه حسنی داره من بمونم تو بیابون مثلا وایسم حالا پنچری ماشین بگیرم واقعا اون عوض بکنم. پس تکنولوژی میارزد، بله خطراتش کم. این شبکه‌های اجتماعی میارزد، خطراتی دارد و چون نادانن یه عده‌ای میخوان وارد کنن بحث بکنن. یه خورده بذار من دارم آروم داغ میکنم ماجرا داره صدا میره بالا. خب چون نمیفهمن از جایی وارد میشن که جامعه بهش حساسه. نکن. چرا از اون بخشی که حساسه طرف وارد میشی؟ چند نفر تو همین با فیشینگ و نمیدونم با چی و چه و چه تا حالا پولاشون رو دزدیدن تو این شبکه‌های اجتماعی. کلاهبرداری اینترنتی صورت گرفته. شماره حسابی زده، هم یکی از دوستان خود ما باباش بهش وایس داده بود من یه جا گیر کردم سریع این پولو بزن به این کارته، اینم براش زده بود. بعدم فهمیده بود با هوش مصنوعی صدا را درست کردن. خب یه جایی نباید باشه شما بفهم بتونی پیگیری کنی ها؟ پولت رفت، فردا آبروت رفت، میخواد چیکار کنی؟ یه جایی نباید باشه. ببین آدم عاقل از بخش اقتصادی وارد میشه برای مردم که همه نسبت بهش سنس دارن، نه همه نسبت بهش حس دارن، میفهمنش، میگه آقا پوله. خدا هم میخواد یه کارایی رو نکنیم کفاره میذاره دیگه قشنگ بفهمن همه. یه دشمن پول بدی ها، حواست باشه ها. همه درکش میکنن. صدها نفر من میشناسم طرف از زندان زنگ میزنه به ملت، میگه زنگ میزنه به بیمارستانا، کد این بیمارستانه، اتاق این بیمارستانه همون کد داخلیشه دیگه، بیمارستانه میگیره فلان. اون اولش این تماس از بازداشتگاه اونم کجا گرفته میشود مال همون اولش تا این بس میشه. الا اتاق مثلا 247 بله 247. من خودم اگه نمیشنیدم نمیگفتم براتون. من مرده بودم از خنده. صدا معتاد. دکتر فلانی هستم. از زندان داره زنگ میزنه. این داروهای شما همراه بیماری یا خود بیماری؟ یا همراه هم یا خودشه. این داروهای شما آماده است. داروخونه هلال عمره. ببین هوشمندانه حواس میبرد یه جا دیگه. شده 700,000 تومان. خودتون میرید بگیرید یا 750 میگیرن پیک میاره جلو در بیمارستان، جلو در اتاقتون تحویل میدن. عموما مردم چی میگن؟ بگو پیک بیاره دیگه. بعد حواسا میره که این الان بحثش سر 50,000 تومان است. درسته؟ خب خدا پدرتو بیامرز الان اونجا منتظر بزن به این شماره کارت. یارو تو زندان لم داده بود، ما 50-60 میلیون درآمد داشت. بعد حالا میخوای بری چیکار کنی؟ صبر کن یه دقیقه وایس. میخوای بری چیکار کنی؟ بری شکایت کنی که تاش چی بشه؟ وکیل زیر 70-80 میلیون الان میاد اصلا برات کار کنه؟ که بعد بتونی اثبات کنی که 700,000 تومان پس بگیری؟ که بعد تاش هم اثبات کردی یارو بنزی زندان. داداش همون تو الان از اونجا داره برات بای بای میکنه. میگه سر و صحابی نداشته باشه. این که الان چیزی یکی دو سال دیگه صبر بکن. با این هوش مصنوعی و تصویر ما الان برای خود ما همین بچه‌ها درست میکنن. یه روز دارم چینی حرف میزنم، یه روز دارم انگلیسی حرف میزنم، یه روز دارم عربی حرف میزنم، یه روز اردو دارم حرف میزنم، یه روز برای تست یکیشو فرستادم برای یکی از مسئولین، برایش فرستادم مثلا ماشاءالله من نمیدونستم شما همچین تسلطی دارید. نتونستم تشخیص بدم. صدای خود من، همین لیپسینگ خود من، همین فردا نمیدونم بچه‌ت بهت زنگ میزنه بابا سلام فلانجا گیر کردم به من پول بده. چیکار میخوای بکنی؟ چی کار میخوای بکنی اون لحظه؟ بابا گیر کردم این بلا سرم اومده پول بزن. همسرت بهت تماس میگیره من اینجا گیر کردم تصادف کردم فلان گفت. اصلا هوش مصنوعی بیاد ریل تایم همونجا قیافت عوض کنه. هر لحظه. همین مگه فیلتر نمی‌نازن رو صورتشون؟ یه قانون نمیخوادیم؟
نباید اون بابایی که این کار میکنه بترسه، نباید دیگه پوستی از من میکنن. خب این قاعده نمیخواد، این قانون نمیخواد، این همینطور ول. ببینید این یه مسیر رفتنه، یه مسیر دیگه هم میتونی بگی با 2 گیگ حامله شد. گارد میگیره جامعه نسبت به این. پس میزنه ولو اگر حتی همین مثال هم واقعی بوده باشه یک جایی. وقتی شما میخوای برای جامعه تبیین کنی، میخوای حرف بزنی، باید حجت تموم کنی. باید بگن زینف نیست. باید زبان خوش داشته باشی. باید ببینن داد زدنت، عصبانیتت برای مردمه، برای منافع ملیته، برای دینته. بله اهل بیت رای گردنشون بیرون نمیزد. چرا؟ میزد، خوبم میزد بیرون. برای چی؟ لله. و اینا 100 بار براتون گفتم. شب امام سجاد علیه السلامه، بچه امام سجاد و غلامش کشت به خطا. بخونید تاریخو. چیزی انداخت از اون بالا، خورد تو سر بچه، مرد. از ترس داشت میلرزید از بالا. مردم خواست بفهمه نترسی ها، من بخشیدمت. دیدی جدی نه، من آزادت کردم. این تو مسئله خودشون. حالا بیرون ببین پر ارزن از دهن مورچه نمیگیرن، اما موقع شمشیر کشیدنش هم در مقابل مستکبر بیا و نگاه کن. کسی جرأت نداره مقابلشون بیسته. همین سیره. امروز من سخنران اگر میخوام سخنرانی بکنم باید این رو ملاحظه کنم. وقتی میخوام در موضوعات دینی سخنرانی کنم بیشتر باید ملاحظه کنم. من قرآن نفرمود آی زنای پیغمبر با شما من 2 برابر حساب میکنم، خطا کنید مضاعف باهاتون حساب میشه. چرا؟ چون زن پیغمبری میخواست نباشی. طلاق بگی برو. همینه دیگه، طلاق بگی برو. بمونی 2 برابر، چون تو الگویی. فردا هر کاری انجام بدی میگن لابد زن پیغمبره دیگه. بابا چیزی میدونسته. امروز من میبینم متاسفانه اینها رعایت نمیشه. دردآور اینا. فلذا برخی از حرفها برای مردم دیگه باورپذیر نیست. چون کسی که لباس پیغمبر تنش میکنه، بارا عرض کردم ماشین بیشتر از پژو سوار بشه میگن نه یه جنوزی. بابا شاید پول دار بوده، باباش ارث بهش رسیده ها. نه خونده باشه، نه غیر منطقی شده. میبینید حساس شده. باید چیکار کرد؟ باید این حساسیت رو برطرف کرد. باید تبیین کرد. بگه آقا شما میدونستید در بین اصنافی که رفتن در جنگ 8 سال دفاع مقدس به شهادت رسیدن، روحانیت به نسبت جمعیت بیشترین شهید رو داشته؟ میگه آقا نجاره رفتن جنگیدن، مثلا خیاطا رفتن جنگیدن ها، کسی که در این کسوت بدن بیشترین شهید رو داشته؟ همین چند وقت پیش نبود در ماهشهر بود، در کجا بود، از اساتید و حوزه با اسنپ داشت کار میکرد که شنو به شهادت رسونه. خب اینجا وظیفه داره رسانه، هم رسانه عمومی، هم رسانه ملی، هم همه بیان بگن این آقا به گوش مردم برسونه. حالا یه دست میگه آقا فلان مثلا چه میدونم شوهر عمه کیه، شوهر خاله کیه، مثلا تلویزیون ایران نگاه نمیکنه. نکنه، تو که میتونی باش حرف بزنی، تو مهمونی میبینیش. یه روز ما سوار هواپیما بودیم، بعد یه آقای کنار ما نشست، خیلی ماشاءالله درشت. این صندلی هواپیما هم یه خب صندلی دسته همین وسط داره، اونم داد بالا که اومد سمت ما. اونجا جا نمیشه. ما هم چیزی نگفتیم. بعد هواپیما به تأخیر خورد.
قطعی رو گفتم بیان همونجا درست کنن. ما 1 ساعت و نیم تو هواپیما گرما کشیدیم. اینم خوابش برده بود چون خیلی ماشاءالله درشتم بود، خور و پوپ میکرد، همه برمیگشتن میخندیدن. اصلا منم این چی جلومو باز کردم داشتم سخنرانی آماده میکردم. موضوع چی بود؟ موضوع در مورد جنگ 33 روزه لبنان بود، سالها پیش. بعدا من فهمیدم که از مسئولین اون استانه جز عجایب مملکت ماست. بعد من دیدم بنده خدا خیلی عرق کرده. این یه برگه هست جلوی صندلی هواپیما که گفته آقا راه فرارش کجاست، چی به چیه، نوع هواپیما رو معرفی کنه. این همینجوری برداشتم شروع کردم اینو باد زدم بنده خدا رو. داشتم اینجوری بادش می‌زدم، این بیدار شد. به خوشش اومد، خیلی گرم بود، اصلا نمی‌تونید تصور کنید. بعد بیدار شد، این یه لحظه دید مثلا این چیکار داره میکنه. تعجب کرد، بعد متوجه شد مثلا من داشتم یه لطفی بهش میکردم. خیلی رو ذهنش اثر گذاشت، چون من که نمی‌دونستم میخواد بیدار شه. یا من که نزدم بیدارش کنم، خودش بیدار شد. منم نمیشناخت چون سالها قبل بود، اینجوری شاید معروف نشده بودم. بعد یه همینجوری نگاه کرد و دیدم خب خودش بیدار شد. آقا دست شما درد نکنه. خودشو معرفی کرد، به زور شماره‌مو گرفت، شماره‌شو داد، گفت حتما اومدی باید بیا من خدمت شما باشم، من خیلی خوشم. ولی لطف داشت. بعد یه نگاه گفت به جای اینکه بری درباره حزب الله لبنان و اینجور چیزا حرف بزنی، گفت کارت چیه؟ گفتم من دانشگاه درس میدم، دعوتم میکنن. خب جایی که بری برای حزب الله لبنان چون دید کاغذامو، بیا برو مشکلات کشور خودمون حرف بزن فلان. گفتم شما درست میگید، برای مشکلات کشور خودمون باید حرف زد. هم زدم، هم چشم درنده خواهم زد. جسارتاً سالروز جنگ 33 روزه لبنانه، موضوع جنگ 33 روزه لبنانه. یعنی شما میفهمید من الان برم اونجا راجع مثلا مسائل اقتصادی خودمون حرف بزنم؟ دید خیلی غیر منطقی حرف زده. گفت نه. گفتم حتما من این کار کردم. بعدم خواهم گفت اصلا من آدم منتقدیم. معتقدم ما خودمون اگه نقد نکنیم مردم گوششون رو میچرخونه سمت دشمن. او دیگه چرت و پرت خواهد گفت. درسته؟ بعدن دیگه حالا اون سفر انجام شده، چقدر ما بدبختی کشیدیم تو اون پرواز به خاطر تأخیرش. مثل بعدن شناخته بود، به من زنگ زد. یعنی بعدن شاید نشسته بود سرچ کرده بود چیکار کرده بود. لطفاً داشت ما بعدن فهمید از نظر سیاسی ما 180 درجه مقابل همیم. از مسئول محترم دولت آقای دکتر روحانی بود اون سال اولش 92 اینا بود. 180 درجه ما. یه مثال زدم از چی؟ از این که میخوام بگم ببینید اول اون محبت تو باید نشون بدی. مملکت این جور مسائلش متاسفانه وله و الا ببینید چقدر رهبری تاکید میکنم یه حلقه های میانی را دریابید. حلقه های میانی این که همسال ماها میگه اینا ترنسلیتور و مترجم و دیلماج با مردمن. اینا حرف مردم میگیرن به شما انتقال میدن، حرف حاکمیت میگیرن به مردم. اینا کسان هم حرف حاکمیت رو میفهمن هم حرف مردم رو میفهمن، چون خیلی جاها حاکمیت حرف مردم رو نمیفهمن، مردم حرف حاکمیت رو میفهمن. اینها باید ابزارهایی تو دستشون باشه. الان یه نماینده مجلس شما میدونید نامه میزنه میگه که آقا فلان بانک وام بده به این بنده خدا. چرا؟ چون که از اون حلقه میانیه دیگه. میگه من نماینده مجلس سرانگشتان مسئولین جمهوری اسلامی بین مردمم. راست میگه، نماینده مجلس رو بیشتر بدین مردم میچرخن. چرا؟ چون رأی میخوان. میگه من میرم میگه اینجا وام میخوام، آقا اینجا گیر کردم، این نسخه داروم این فلان. میگه من چه ابزاری دارم؟ میگه پس لااقل من به چند نفر بتونم معرفی کنم دیگه. یعنی یه ابزاری ناخودآگاه وسایل و مسائلی شکل گرفته، ولو غلط باشه ها، اما این شکل گرفته، نمیتونی باش مقابله کنی چون اصلا میطلبد این را. ما الان نماینده داریم یهویی از شهر، مثلا نماینده شهرستان، نماینده تهران نه اشغال میکنم بدونید. نماینده شهرستان اینجوری نیست. نماینده شهرستان هست مثلا یهویی میبینی 50 نفر با اتوبوس اومدن جلوی در خونش. اگه راهشون نده، اگه همون شب نه تو خونش نخونه، فردا بدبخت اونا.
من بوده مثلا با این نماینده جلسه داشتم، بعد دیگه گفت آقا من باید برم. گفتم چی؟ گفت آقا از شهرستانمون یه ایلی راه افتادن دارم میان اونجا و من باید باشم خودم ازشون پذیرایی کنم. خب او آدم اگر این رو میگذاری باید ابزارش هم براش فراهم کنی. چه اشکالی داره یه نماینده دفتری داشته باشه؟ چه اشکالی داره یک نماینده مهمانسرایی برای همین کاراش داشته باشه؟ هیچ اشکالی نداره. اون مال بیت الماله، یه روز نماینده اصولگرا اونجاست، یه روز نماینده اصلاح طلب، هیچ اشکالی نداره. ابزار کارشه. شما چطور پلیس وقتی میاری سر کار میگه خب این ماشین خوب بهترین ماشین باید همیشه دست پلیس باشه؟ ماشین پلیس همیشه باید سرعتش از ماشین دزدا بیشتر باشه. موتور پلیس باید سرعتش از موتور دزدا چی باشه؟ بیشتر باشه. برای مجوز نمیدن به سری موتورا. اسلحه‌اش باید بهترین اسلحه باشه. اصلا وسایل نظامی از نظر استانداردها همیشه چیه؟ بهترینه. برای چی؟ خب اینجا این نماینده است، یه ابزاری لازم داره. آقا نماینده است میخواد بپیچه تو کوه کمر بره به روستاها سرک بکشه، حتما باید یه ماشین خوبی داشته باشه. میخواد با پراید بره اونجا، حالتون خوبه؟ اینا دیگه اون تندروی که اونا میگن این اشتباه. منم میگم اشتباه. یک مسئول جمهوری اسلامی کلی برای زحمت کشیده حالا بره مثلا تو دره بیفته، به رحمت خدا بره. چرا این کارو باید بکنیم؟ این حلقه های میانی باید شکل بگیرن و این حلقه های میانی باید سازماندهی بشن و این حلقه های میانی باید امکاناتی در اختیارشون قرار بگیره تا بتونن این کار انجام بدن. ما دیدیم هیچ کی توی مملکت به فکر این چیزا نیست، خودمون رفتیم این کارا رو انجام بدیم. خودمون رفتیم اندیشکده زدیم، خودمون رفتیم یه واحد نم چی زدیم، واحد بهمان زدیم. برای چی؟ اینکه کار مردم رو بندازیم. وقتی شما با حسن نیت، با محبت، با مهربانی و قولا له قولا لینا، بابا دیگه از فرعون پدر سوخته تر ما داشتیم. خدا به موسی هارون میفرماد میرید سراغ فقولا، به شما دو نفر بگید قولا لینا، نرم باش حرف بزنید. نرم تو نشسته نفرین نامون بر تو باد. آقا سلام، برو اونجا به دین خدا دعوت کن، بگو من میخوام بنی اسرائیل رو بردارم اینطور مثلا ببرم. چه همین با فرعون. امروز این بچه که من شما میخوام حرف بزنیم فرعونه. بسیاری از اینها رو من دیدم پر از بغضن، پر از ناراحتیان، پر از حرصن. اصلا فقط باید بشینه اول یه نیم ساعت حرف بزنه، هیچی نباید بگی. حرفاش که تموم شد آروم شد که حالا من حرف بزنم. خیلی پیش اومده. یه جا مثلا چه می‌دونم تو خیابون می‌بینن داریم سوپرمارکت داریم خرید می‌کنیم، می‌بینم یه فرودگاهی می‌بینن. ها آقا فلان، مثلا من یه جایی فرودگاه بودم، فرودگاه ایلام، یه بنده خود اومدم از کربلا زمینه اومدم تا ایلام، از ایلام از مهران از ایلام بیام تهران. اومد جلو من شروع کردم چه انتقاد کرده هر چیزی که از جمهوری اسلامی ناراحتی داشت سر من همینجوری گفتم آروم. بقیه مردم آروم جمع شدن، بقیه میخندن، گفتن داداش آخه این چه منطقیه فلان. این بنده خدا گفت آقا کانتر رو داره میبنده، کارت ملی تو بده من ببرم بگیرم. من گفتم پس بیا شما برو بگی من بقیه حرفایشونو گوش کنم. تو این در کارت ملی من خیلی در به داغون بود، یعنی انقدر اشتباهی افتاده تو لباسشویی نمیدونم چرا. بیا چرا کارت ملی این شکلی؟ اینی که گفت همه ترکیدن خنده. میگه واقعا تو بهانه یا کارت ملی من به تو چرا ربط داره؟ باشه میرم گیر میکنم یه جا، میرم یه دونه دیگه میگیرم. ببین این یعنی چی؟ یعنی پره، دلش پره. ببین عزیز من یه مثال زنزلیلانه بزنم. وقتی داری تو خونه جارو میکشی دقت کن، یه جای شک داری این آتشخاله که گرفتی تو لوله جارو برقی گیر کرده یا نه. چیکار میکنی؟ هر از شنگاه یه شیئی مثلا حب قندی، یه هست خرمایی، یه چیزی رو میکشی تو، ببینی صدا تقه میاد تا ته قشنگ میاد باز راه یا نه. درسته؟ وقتی میخوای برخورد بکنی هر از شنگاه یه دونه درشت باید بره اون تو تا مطمئن بشی با بقیه هم برخورد درست داره صورت میگیره. این اون حجت تموم کرده است. اینی که شما تو سیره اهل بیت شما می‌بینید مثلا برخوردها با نزدیکان به مراتب بیشتر، یعنی روند دستگاه قضایی باید این باشه، اصل دستگاه قضایی باید این باشه.
کی جرأت میکرد جلو امیرالمومنین مثلا دست به سمت بیت المال ببره با اون کاری که با عقیل کرد؟ میدونید معاویه بعد اون ماجرا که میره عقیل میره سمت معاویه دیگه، آخرش عاقبت به خیر میشه ها، اما میره بعد از این برخورد امیرالمومنین میره. ببینید امیرالمومنین چه ریسکی کرده. فکر کن الان مثلا برادر مثلا مسئول اصلی کشور بره سمت دشمن به خاطر چی؟ یه پول چیزی هم نخواست ازش، بیا مثلا یه خونه طلا درست کنه تو اون چیزایی که مثلا بقیه آقایون داشتن خورده بودن برده بودن به منم اونو بده، که داغ کرد زغال گرفت سمت دستش حضرت. همین پیچه امیرالمومنین اینجا اصلا یه ریسک سیاسی داره میکنه. از فردا این برادرم یا فردا بره به دستگاه معاویه بس بشه بگه آقا من برادرشم، من میگم این بود علی، بره تو شامات بره بشینه بگه آقا علی نماز نمیخوند، علی فلان بود، علی به همان بود علیه السلام. اما امیرالمومنین از این کوتاه نمیاد، میگه بذار خبر این وریش بچرخه که علی آتش سمت دست برادر خودش گرفت. چون مسئول عزیزی موقع حرف زدن و موقع عمل کردنش داره امر معروف نهی از منکر میکنه، داره جهاد تبیین انجام میده. چون غیر مسئولی که حلقه میانی است، آن سخنران است، آن منبری است، اون کسی که به شبهات مردم پاسخ میده، او هم به اندازه خودش باید اینا رو رعایت. امروز دقت کردید اصلا با شما مردم من کاری نداشتم؟ تمام سخنران من ناظر به اون گوینده و اون کسی بود که می‌خواست کار انجام بده. با شنونده کاری نداشت. ما باید درست بشیم. ما باید درست بشیم. این واقعیت. منتها وقت بدید. حجت تمام کنید. در همین اتفاقاتی که تو انتخابات تو کشورمون افتاد، خیلی مسائل پیش آمد که من حرف نزدم راجبش. خیلی گفتن آقا بیا حرف بزن، گفتم نه، اول باید حجت رو به خدا تموم کنم، به خودم تموم کنم. به یک سری از دلسوزای نظام که من تماس گرفتن گفتن حالا فعلا شما یه خورده به اونم تموم کنم که بگم ببینید این شد یا نشد. و وقتی ببینید روند اصلاح نشده، نه ما کسی میترسیم، نه کسی علیه صهیونیست‌ها حرف میزنه کسی حساب نمیبره. با بفهمید. خب اما داد بیدادی که موجب تضعیف اصل نظام بشه به چه در میخوره؟ یعنی بیا هر راست نشاید گفت. بگه از این آقایی با من تماس گرفتی سالها پیش بود، 4 سال 5 سال پیش. گفت شما در مورد این فرد مسئله‌ای دارید؟ گفتم چطور؟ گفت یه جا نقل قول شده، آدم اطلاعاتی بود، کجا نقل قول شده شما چیزی در موردشون میدونید یا همچین چیزی گفتید مثلا. گفتم که چرا چی شده؟ گفت ایشون یک جاهای رفت و آمد داره برای اون مجموعه مهمه، اگه این باشه براشون مهمه. گفتم خب من تلفنی که نمیتونم بگم حرف بزنم. گفت باشه میام اونجا. همون روز من میگه 2 تا جلسه داشتم جابجا کردم و کنسل کردم اینا که این کارش گفت خیلی واجبه. اومد گفتم بفرمایید. گفت همچین چیزی. گفتم بله اینطور بود اینطور بود اینطور بود. و گفتم اینو براتون مهمه؟ گفت بله. گفتم خب این چیزی نیستش که این بنده خدا اینم ها. گفت واقعا اصلا اینجوری ریخ به هم. گفتم نیست. گفتم برای چی اینا رو؟ گفت نه کسی که تو این مجموعه رفت آمد دارن بالاخره ملاحظه بیشتری در موردش داره. یک از مجموعه گفتم پس اگه این آدم برای تو، من بچه رو فلانی و فلانی و فلانی هم که میان اونجا باشون کاری ندارید بجا، چون اونا هم هستن. یه موقع بیرون رفتن در رو تو صورت خودش باز کرد، یه برگشت با اینجا گفت تو خیلی بی غیرتی. گفتم دست شما درد نکنه. برای چی؟ گفت چرا سفید نمی‌کنی؟ یعنی اینا رو میدونیم. گفتم آره ما سن سالی نداریم، یه ارث مرث و این چیزا هم هستش. آقا الان تو این هیروبی گیر دادی به رنگ موهای ما. منظورش این بود که چی؟
گفتم آقا قرار نیست که هر کس هر چی می‌دونه دادا را بندازه، دادا رو بندازه این برام. بعضی از همین مسائل انتخابات که گذاشت برای شما باز بشه، شب خوابتون نمیبره. از حرف‌های برعکسی که زده شد از چیز، اما خب چی؟ که جامعه امروز آرامش میخواد. بله یک جایی داره اصول جابجا میشه، باید بیای وسط. اینو فراموش نکن. نکته آخرم، دشمن باهوشی، دشمن با تجربه، دشمن با امکاناتی هم هست. همزمان همیشه وقتی فضای امنیتی نظامی پررنگ میشه، شما از قضا بیشترین حملات تو حوزه فرهنگی اجتماعی صورت میگیره. چون تمرکز کجاست؟ اونجاست. آقا الان ترامپ داره میاد، آقا الان وعده صادقه نمیدونم مثلا اینو باید اجرا بشه یا نشه فلان، الان جامعه نباید این. دیدید پیشروی یهویی لخت مادرزاد میشن. من یاد گرفتم بعضیشون مواد مخدر مصرف میکنن مثلا. خب بعد شما نگران میشه، میگه این دیگه داره جابجا میکنه همه خطوطو. مثلا بحث سر چارلاخمود نمیدونم شال و مال این چیزا نی، کل مردم نگرانن الان. همون سرلختاشونم تا اندازه حجاب و شکل حجاب و این چیزا اگه بحثایی دارن، اما با این مشکل دارن، خانواده دارن. با چی آقا یه دقیقه نه اینا الان میخوان حواسا رو حواسو چی پرت کنن بابا؟ این دیگه رو لخت مادرزاد شده دیگه. به قرآن تو آمریکا هم اگه نفر لخت مادرزاد بشه بره روی ماشین پلیس بشینه فوش بده پایین، ببین چیکارش میکنه، آب کشش میکنن همش. مگه رحم میکنن؟ جلو پلیس وایسی، بر پلیس گوش ندی، بگه دستاتو بیار بالا دیر بیاره، بریم میگن داره یه کاری میکنه میزنه. سال چند نفر تو همین آمریکا همینجوری کشته میشن؟ میبینید فرهنگیست یوی حجمه رو میبرن بالا، اجتماعی حجمه رو میبرن بالا. این که نمیشه بیان گسلها رو تحریک کنن، حرفای بسیار سخیف نسنجیده تو فلان بازی فوتبال زده بشه بیان فلان کاری نداشته باشه، حرفای تجزیه طلبانه زده بشه، حرفای زشت رکیک زده بشه و تو همه شبکه‌های اجتماعی بچرخه. مهم نیست بچه تو اون استادیوم بوده یا نبوده، بیرون هم بوده، داره میشنوه دیگه، داره فیلماشو میبینه دیگه. بیا گسل‌های قومیتی رو فعال کنی، بگی ترک، فارس، میدونم چی. بیا گسل‌های مذهبی رو تحریک کنی، بگی اگه یه نفر سنی باشه وام 0% بهش میدم. آقا بخشی از کشور این قانونی داریم برای هممونه دیگه. مگه مثلا موقع رأی دادن اونم یه رأی داشته منم یه رأی داشتم دیگه؟ و چه حرفیه؟ یعنی چی؟ گسل‌های قومیتی هم مذهبی رو هم بیا تحریک کنی، گسل‌های سیاسی هم بیا تحریک کنی. بیا بریم مثلا یه سری افرادی که میدونید حساسیت روشون اصلا مجرمن، ببین قهرمان ملی هم. همه این گسل‌ها رو تحریک بکنی، بعد بگی وفاق و گرفتی ما رو دیگه. وفاق یعنی همین گسل‌ها فعال نشه، یعنی سکوت کنید، چشم حرف درست باش، ور نرید. پس نمیتونی شما بگی اون جامعه با نگرش خاص روی این حرف حساسه، ارزش‌هاشه، سکوت کنه. نمیکنه. جمهوری اسلامی که سهله و اصلا بابت همینا اسلام قبول کرده، اصلا بابت همینا انقلاب کرده. یک روزی یک مستندی BBC ساخت تو این مملکت در مورد یهودی‌ها. به یهودیه گفت، به یهودی ایران، کلمه خودمون گفت چرا نمیرید اسرائیل تو موندی؟ گفت برای اینکه بچه‌هام تو ایران سالمتر بار میان. یعنی یهودیه میگفت بچه‌های من در ایران به خاطر قوانین اسلامی سالمتر بار، من برم اسرائیل
اونجا سکولارا حاکمن، 90% جامعه سکولاره، بچم از دین به در میشه. مستند بی بی سیه. آقا جان یه دقیقه صبر کن، رابطه با آمریکا مگه مد نظر بوده؟ خب قبل انقلاب که مثلا خود رابطه با آمریکا بودیم، خودمون رابطه آمریکا بودیم. یادتون رفته؟ مگه فقط بحث هسته‌ایه؟ شما نیروگاه اتمی بوشهر از اون موقع شروع شد. و قصه سر چی بوده؟ سر یه سری ارزش‌های ملی و دینی و کرامت انسانی و استقلال. و الان شما دیدید همین نخست وزیر کانادا چی گریه میکرد، زجه میزد جلو ترامپ، میگه خیلی نامردی، ما این همه شما کمک کردیم، تو 11 سپتامبر این کاری کردیم، تو فلان جا این کاری کردیم، تو کرونا این کاری کردیم، فلان جا سیل اومد نیو اورلان کمکتون کردیم، طوفان اومد کمکتون کردیم. همینه برادر من، استکبار ذاتش اینه. الان کانادا FATF رعایت نکرده، امضا نکرده، گروهک تروریستی داره، از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه حمایت میکنه. چیکار کرده که ترامپ گرفته روش؟ استکبار یعنی این، هر لحظه یه لحظه برمیگرده میبینی طمع میکنه به داشتید. اون پانامایی‌ها که پیغام دادن به چین گفتن دوباره کشتی این برا نه، این قاطی کرده، ترامپ قاطی کرده. همشون دارن به هم پیغام پسخان میفرستن. من هم توییت زدم گفتم خدا وکیل من به ایرانی بودن خودم افتخار کردم. خب این استقلال ولی هزینه‌ای هم داره. بفهمیم چه جوری اینو بعد منتها به مردم ارزش این باید چه حرفی زد به این گاو شیرده. دفعه قبل که سر کار بود 4 سال پیش چی بهش گفت این گاو شیرده است، من میرم میدوشمش. این بن سلمانو حجی رو دوربین گفت، یعنی یارو هیچی حساب نمیکنه دیگه. این دفعه اومد بهش گفتم ببین اگه 400 میلیارد دلار 500 میلیارد دلار میاد سرمایه گذاری میکنی، یه سفر اول میام عربستان، بابت این سفریان 400 500 میلیارد دلار. بعد دید عربستانی میگن آره میام سرمایه گذاری میکنن. که خاله که اینجوری بکنیش 1000 تا. آقا 1000 میلیارد دلار میدونی این چقدر پول؟ اون مردم با خودشون چی میگن؟ این اخبارشون وقتی این اخبار رصد میکنن میگه تو کل جهان وقتی میگن گاو شیرده، یه گاوی میاد جلو چش، یه گاو ماده‌ای که دارن میدوشنش دیگه. تو آمریکا بگی گاو شیرده، عکس عربستان میاد جلو چش مردمش. مثلا اون گاو یه چیز دیگه میدونن. جانم شما نیم ساعتی هی داری جان. بله ما فهمش من بلند بگم چی فرمودن که بقیه هم بشنون. فهمیدن آقا ما به سر نماینده رای دادیم، یه بخشی از همون نماینده که شما گفتی بیا رای بده رفتیم رای دادیم. جبهه موسوم به صبح ایران الان مطالباتی داریم، چیکار بکنیم چی بیم؟ یه بخشیش من اصلا دنبال چی بودم؟ من که اصلا دنبال ورود به عالم سیاست نبودم. ما کاری داریم برای مهدویت فعالیت میکنیم، ما اونو با عالم آدم عوض نمیکنیم. اما 4 سال قبل که اومدیم کاری دیدیم هیچی. 4 سال ما مردم گفتیم آقا بیاید به این یا رأی بدید، شفافیت و هیچی انجام ندادن. هر روز بازی دادن. من اون موقع هم گفتم اگه این کارو نکنید دفعه لیست میدم. جدی نگرفتن. اینا میگه لیست دادیم ناراحت شدن، چرا اومدی تو بازی بزرگترا مثلا اینجوری ان دیگه. اینا مستکبرن، یه روحیه استکباری، نه حالا ذاتاً همه نه، اما یه روحیه استکباری هست که شما بالاخره یه مسیری داره، پلا رو باید بری، نردبون نمیشه بذاری. اینه درخواستی که ما از نماینده داشتیم، بالاخره بعد 7 8 سال بالاخره جواب داد. 7 8 سال جنگیدن، این شفافیت به تصویب رسید. ما حرفمون اینه، من هیچ وقت به هیچ نماینده‌ای نگفتم که شما باید بیای این حرف را بزنی تا نه.
گفتم شما باید حرفت را شفاف کنید. شما دیدید مثلا نماینده اصفهان ما تو سپیران نماینده ما حمایت کردیم ازشون، نماینده ما به این مرد قبلش هم نماینده مجلس بوده، ایشون گفت من حاضرم بپذیرم. شروط موافق آقای عراقچی بود در چی؟ برای وزارت خارجه. نماینده تهرانی که سپیران ازش حمایت کرده بود آقای ثابتی چی بود؟ مخالف. با هم رفتن تلویزیون مناظره کردن، جفتشون رو همین ما حمایت کرده بود. یکی از اصفهان آقای مقتدایی، آقای ثابتی هم از تهران. من همونجا توییت زدم گفتم ببین چقدر خوبه، شفاف این آقا داره میگه دلایل این که عراقچی وزیر خارجه بشود خوب است اینه، اون آقا هم داره میگه چی؟ من مخالفم اینه. هدف من نوعی بوده، من مستکبر نیستم حرف رو مردم تعیین کنم بگم باید این را بگویی، نه، تو باید هر چه میخوای بگویی رو علنی به مردم هم بگو. تو اصلا برو تو مجلس کلت را برو، ما مردم بفهمن داری چیکار میکنی. حالا اینجا میمونه سر شفافیت آرا چی شد؟ اینا خودشون یه قانونی تصویب کردن، بالاخره نتیجه قانون شد و ماه یه بارم باید اینا چیکار بکنن؟ به روز رسانی کنن سایت. بله دیدید به روز رسانی نمیکنم، من توییت میزنم میگم چی شد فلان. یه ددلاینی هم برای خودم لحاظ کردم، این بابامون اتمام حجته که اگر بخواد اینجوری پیش بره اینکه نمیشه که. یه مثال دیگه برای شما بزنم. خب تو ماجرای آقای ظریف اون بحثی که آمد، آقای زهره‌وند برخلاف بقیه رای داده بود، اما همه شما فهمیدید، درست یا نه؟ همونجوری که صحبت آقای ثابتی آقای مقتدایی رو هم چی فهمیدید، اینجا هم فهمیدید. آقای زهره‌وند من خودم بهش زنگ زدم گفتم آقا مردم دارن تماس میگیرن، برو بشین جلو دوربین توضیح بده. گفت پس فردا. گفتم دیر میشه. همین امشب یکی از بچهای سیاسی زنگ میزنه صوتی ضبط کن، هم صوتی داد بیرون بنده خدا، هم تصویری اومد نشست چیکار کرد؟ توضیح داد. وقتی توضیح داد شما دید عجب، این آقای زهره‌وند با اینکه مثلا موافق رأی داده بود اما این دیدگاهش دیدگاه چی بود؟ از قضا از جنس انتقاد با آقای ظریف بود. میگفت من میگم موافق بیاد تموم بشه برید، اینا میخوان این استخون لای زخم نگه دارن همینجوری. همین موجب رشد جامعه میشه که مردم بفهمن این آقا چی گفته و او آقا مجبور بشه بیاد توضیح بده. همین توضیح دادنه چیکار میکنه؟ جامعه رشد میده. نه عرض میکنم حالا توی مرحله بعدی به من که دیدگاه مثلا اقتصادیم کاملا مشخص، سخنرانی کردم، مدعی هم هستم از غذا، معتقدم راههای دیگه به خطا میره، راه نجات کشور با داشتهامون با وجود این درگیری‌هایی که توش هستیم الان اینه. با خیلی ها هم نشستم، با صدها نفر نشستم که همشون مدعی بودن، اقتصاددان بودن، الان میگم در مجموع اینه. مثلا ماجرای بنزین الان دو تا گروه دارن، یکی دست نزنید همینجوری بمونه، میگم خب دیگه خیلی دارن اسراف و فلان میشه و قاچاق میشه و بهمان میشه. یه عده از بیخ صورت مسئله رو پاک میکنن، میگن اصلا قاچاق بنزین وجود نداره، دروغه، قاچاق گازول وجود نداره، یه حرف سخیف و بدی اشتباهیه. میگن ابی نداره، واردات انجام بدیم به مردم، دست به قیمت بنزین نزنیم. این یه دیدگاه دیگه میگن نه گرونش بکنیم که نتونن. ما چی میگیم؟ میگیم نه شما خود بنزین رو بده من، خودشون مصرف. درست شد؟ یه مسئله دیگه هم باز تو کشور امروز، یعنی شرایط واقعا 4 سال پیش نیست. به هر چی میخوای دست بزنی مسئله امنیتی. ببینید یعنی سر ماجرای حجاب چی شده؟ این میگه آقا شوام گفته این باید بیفته عقب، بعد از نمیدونم سالگرد مهسا امینی، بعدش نمیدونم چی، همینجوری دارم میندازم. اون یکی مگه نماینده مجلس نرفت جلوی در مجلس تو تحسن شرکت نکرد؟ نماینده کجا بود؟ آقای کامران قزنفری اصلا کدوم لیست بوده؟ سپیرون. درست یا غلط حرفشو میره پشت تریبون میزنه، شما مردم هم شفاف میشنوی، یا دفعه بعد بهش رأی میدی یا رأی نمیدی. یه حقتون. حق ما این نیست، این نماینده آزاده، ما خلاف قانون نمیتونیم. نماینده آزاده، هر کاری میخواد بکنه، هر حرف میخواد بزنه، آزاده، اصلا اون باید آزاد باشه.
اما این حق ما هست که آن آقای وکیل ماست بدونیم. وکیل ما به عوض ما تو دادگاه مگه نمیگیم وکیلمون چیکار کردی؟ اینجا بفهمیم چیکار کرده. اینم به ما نمیدادن. 7 سال برای همین جنگیدیم برادر. دادگاهشو من دارم میرم الان میام. چرا راجع به این حرف زدی؟ چرا راجع به اون حرف زدی؟ چرا فلان کردی؟ چرا بهمان کردی؟ بله، در کشور ما عده‌ای دوست دارن نماینده نفرستن، کیفکش بفرستن تو مجلس. نماینده اونجا بشینه زنگ بزنه آقا اجازه به چی رأی بدم به چی رأی ندم. نه من شما این نیست. من اینجوری هرگز فکر نمی‌کنم. او آدم آزاده. خود منم ممکنه 4 سال بعد یه همچین کسی رو دوباره توی لیستم قرار ندم بگم آقا من 4 سال بعد بیار. ما دور اولم به دور دوم جابجایی داشتیم. از قضا جابجایی به ضررمون شد. یعنی دقیقاً کسی گذاشتیم کنار رأی آورد، اونی که آوردیم توی حوزه انتخابی دیگه رأی نیاورد، اونی که رفتن دور دوم. اشکالی نداره. شرط عقل، شرط دموکراسی، مردم سالاری همین. جان؟ بله. اینم توضیح بدم. خب الان شما میبینید عموم کسایی که دارن انتقاد میکنن به این مسئله نماینده های طیف ما هم. بازم همینی. نسبت به دلار 83,000 تومان که دارن انتقاد میکنن؟ عموما همین صبح ایرانیان. که از قضا این آقایون به اینا میگن چی؟ تندرو. یعنی شما تندروی دیگه. نمیدونم چرا انتقاد کنی دلار چرا 83 تومان شده چجوری میشه تندرو من نمیدونم والله. نکتهش کجاست؟ اینو باید متوجه بشید. ببینید مجلس تقریبا 3 گروه شدن. 1 اصلاح طلبا مستقلی. 2 طیف نزدیک به آقای قالیباف. 3 این طرفی ها ماها. تقریبا هم اندازه‌شون با هم برابر بود. یعنی 3 تا 80 تا 90 تا بودن. یه عده‌ای هم همیشه داریم تو مجلس 10 تا میریم و 20 تا میرم اون طرف. یعنی 3 تا 1/3 دیگه تقریبا با هم میگم اندازه بود برابر. عنایت داشته باشید آقای قالیباف 190 خورده ای برای ریاست مجلس رأی میاره. یعنی همون دوتا. درسته دیگه؟ این دو بزرگواران با هم دیگه با یعنی طیف نظیر با پزشکیان که خودشون موقع تو مجلس بود، آقای تاجگردون، آقای نوری قزلجه، اینا بودن. اون دوتا با هم بستن. یعنی کیا؟ قالیبافی ها با اصلاح طلبان مستقلین شدن 2/3. هر چی بخوام میتونن تصمیم کنن. رأی دیگه من بزنم زیر میز درسته؟ نه رأی قاعده کشور همینه. هر کی رأیش الان اینجوره. 5 تا 6 تا صدام الان تو مجلس داره در میاد. از کجا داره در میاد داداش؟ میشه اون نماینده رو اسم ببری ببینی کیان؟ اون جریانی که ما مطالبه کردیم درسته؟ گفتیم بدون اینکه قصدش دخالت تو انتخابات داشته باشیم بعد از پیش ثبت نام ها، یعنی بدون اینکه بخوایم آدمای خودمون رو بیاریم، خیرالموجودین رو انتخاب کردیم. تو همون هیروبیر مراقب بودیم آدمی که مشکوک به فساده تو لیستمون نگذاریم، فلان آدم رو بگذاریم. خیلی تماس ها با ما گرفته میشد برادر شما خبر نداری. سر بودن یا نبودن یک نفر در یک لیست من جنگیدم. دور دوم همین تهران مگه 16 تا خونه خالی نداشت؟ چرا ما 13 تا معرفی کردیم؟ هیچ کس این کارو نمیکنه ها، هیچ کس. به خاطر که من که میخوام چیز کلایی برای ما نخواهد، نمدی نخواهد داشت برای ما. ما دنیا باید بتونم پاسخگو باشم. باید حجت داشته باشیم. سخت بود. بعد یه نکته هم میگن برخی از این دوستان، حالا بگم جالبه، من نمیدونم برای چی میگن، خوب بود پرسید، خدا پدرتو بیامرزه. نمیپرسیدید نمیگفتم، چون پرسیدید دارم میگم. بعضی از دوستان میگن بیاد نمیدونم بین بچهای انقلابی اختلاف افتاد اینا رئیس جمهور شدن. خیلی ها دارن میگن این برابر، درسته یا نه؟ جسارتا یه 2-3 تا پیش‌فرضی دارید که من اینا رو نمیفهمم. شما خبر داشتید آقای رئیس میخواد شهید شه؟ ای شیطونو، از کجا میدونستید؟ انتخابات مجلس بوده، شرکت کردیم، رقابتی هم شده، از قضا ادا هم نبود، واقعا رقابتی شد. اگه همین ماها هم شرکت نمی کردیم مشارکتی در کار نبود.
میشه بفرمایید اگه ما نبودیم مثلا لیست برادران عزیز ما در شانا با کی میخواستن رقابت کنن؟ پایداری هم که تو لیست اونا بود که خودشون با خودشون جلو آینه میخواستن. رهبر ما از ما رقابت خواست. هر کاری از دستشون در اومد. بعضی از این کنشگراشون شبکه‌های اجتماعی کردن، چه تهمت ها زدن. هرچی از درشون ما قانونی رفتیم قوه قضاییه شکایت کردیم. من اعتقاد دارم مسیر همیشه قانونی خودم پیش میرم، باز برای اینکه حجت تموم. اینو بدونید. مگه قرار بود ما میدونستیم از روزی که آقای رئیسی به شهادت رسید و قصه ریاست جمهوری اومد سر کار، بنده یه توییت زدم، درسته یا نه؟ توی توییت جدیدم وقتی شورای محترم نگهبان تایید سال شاد رو داد بیرون، من چی گفتم آقا شما؟ که گفتم پزشکان رئیس جمهور. بدیهی بود. دو، به چه توییتی استناد کردم؟ توییت 4 سال قبلم که در مورد آقای پزشکیان زده بودم که گفته بودم این بیاد رئیس جمهوره. اون که 4 سال قبل بود که خیلی هم سر و صدا کردم پیش بینی فلانی. آیا بعد از اون هم از ما صدای در اومد؟ یک طرف سکوت کرد به خاطر مصلحت بالاتر که اصلا موجب وهم بعضی از اینا شد. فکر لازم مثلا خبری اونم چه حرفا زدن، اینا پولشویی کردن، اینا فلانن، اینا به امانن. خدا جا حق نشسته. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. پس این ماجراست. شما انتظار دارید مثلا تو مجلس اگه همین 2/3 دارن چیکارش می‌کنین؟ اصلا بذار رو شقیقش. بله ما میگیم همون 2/3 1/3 2/5 هر چی هستی علنی کن، رأی تو مردم بشناسن، مردم بدونن آقا یه عده دوست ندارن، اصلا دوست دارن بی حجاب بیان تو خیابون دیگه، درسته؟ فرضش اینه دیگه، بدونه کیه محکم دنبال حجاب بشناسه دیگه، دفعه بعد به اون رأی نده. یا برعکسش این که یک نفر رئیس تو انتخابات بیشتر میشه کمتر میشه اون به ما ربطی برادر نداره. حداقل تو ریاست جمهوری هیچ ربطی نداره. شما دیگه مداخله اینه کاری نکردم. من به شما بگم جز بدیهیات هست یک نفر 2 قرون سواد انتخاباتی خدا شاهده داشته باشد. برای من میگم بعضی از این آقایون این دور و بریاش نابود کردن، نابودشون کردن. برای چی؟ برای اینکه خودشونو میخوان شیرین نگه دارن که دور طرف باشن. گفت بابای زمان ناصرالدین شاه آورد گفت اینجا رو بکن به آب برسی، هرچی کن به قنات بود چی بود به آب نرسید. گفت داداش این آب نداره. گفت اگه برای ما آب نداره برای تو نون داره، تو بکن تو مزدتو میگیری. برای این بادمجون دور قابچینا، این مگسان گرد شیرینی، برای اینا نون داره که یه نفر بمونه بجنگه تا آخرین لحظه پول بگیرن بابت توییت زدن، پول بگیرن بابت انتخابات، پول بگیرن. برادر من وقتی انتخابات 2 قطبی شود مردم به کی رای میدن؟ به 2 سر قطب. کسی که وسط قرار بگیره چیه؟ قطعاً ذبح شده. خودش باید بفهمه بره کنار. مثال براتون بزنم. 88 2 قطبی بین کی و کی شکل گرفت؟ احمدی نژاد میرحسین. دقیقاً هم رای بین این دوتا تقسیم شد. کروبی چقدر رای آورد؟ کنار نرفت دیگه وایستاد. چقدر رای آورد؟ از آرای باطله کمتر. یادتونه بهش گفتن رقیب آرای باطله؟ رای ستاد کروبی کرباسی به میرحسین رای داد. آره دیگه اصلا اون میشه علم میشه، اون پرچم میشه، اون بعد دور اون جمع میشی برای گفتمانت. بدیهی یک طرف آقای پزشکیان باشه، یک طرف آقای جلیلی باشه، اینا میشن 2 سر قطب. معلومه مثل پور محمدی رای نمیاره. آقای پور محمدی بد است؟ خیر. آقای قالیباف بد بوده؟ نه. چرا؟ خب 2 قطبی اینجا شکل شده. بدیهیات. یعنی یه نفر به خدا قسم یه بار تو عمر تو مدرسه شورای دانش آموزی شرکت کرده باشه اینا رو میفهمه. ما چی نمیگیم دیگه هیچی نگم، بهتره به خدا که من اگه حرف بزنم مستند حرف بزنم با عدد و رقم و استدلال. بعد بیای بگی چی شد مردم چرا اینجا؟ خب بله
میرفتید از اول شما انقلابی‌ها میشستید با هم دیگه میگفتید یه نفر میاد به نام نیاز میشه. تازه خوبه بدونید حالا که اینجا من بنده جزو کسایی بودم که خیلی هم پیگیری کردم که یه ستادی باشه، اجماع صورت بگیره، فلان باشه. توییت های بنده هست یه روز دو روز مونده به انتخابات، آیا ببینیم خبر به زودی اتفاق خواهد. آقای زاکانی میرفت کنار. از کجا بود؟ اصلا ستاد اجماع من میگفتن که آقا این داره میره کنار، میریم کنار، به یه نفر میرسه. شب انتخاب رفتن تو مشهد نشستن، بس فلان اینو گفت اونو گفت، نرسیدن به چه. لحظه ما بروسلی رو من کشتم. خوبه؟ بپذیرید باشه گردن من، اما بپذیرید اصلاح کنید. واقعا جامعه اینه. ما یه مسجدی کنار دفترمونه. اون مسجد هم از نظر سیاسی رأیش، نگاه سیاسیش تو انتخابات مجلس با ما یکی نبود. بنده که اومدم رأی بدم اون روز، رفتیم مسجد میدون حفوظ نبوت، چی اسمش؟ مسجد النبی، معروف هم از بزرگ، گفتیم یه جا بریم اونجا. بعد وایستادیم جلو دم یکی از این بچهای ما، نه والا اینجاست یا نه، خب که کارش رسانه است، اومده بود عکس بگیره و اینا، با هم اصلا بریم رای بدیم. وایستاده تا هم مسجد کنار ما داشتن حلیم میدادن سر صبح برای اون کسایی که اول صبح میرن رای میدن، بالاخره سنت حسنیه. اینجا برداشته بود یه دونه کاسه، گفته تا هم مال اینجایی؟ گفته بله. خدا ازت نگذره بگی. کاسه حلیم میشه. تو چرا فوش میدی؟ شما ها کاری کردید که علی مطهری رئیس مجلس میشه، نوبخت نایب رئیس اول، با هنر از کرمان نایب رئیس دوم. یکیشون رأی نیاورد. بس که دروغ میگن به حزب الله. یه لولوی از اصلاح طلبها میسازن. لولوه اومد. هر چی من میگم تو باید به همین رأی بدید. برادران آقای علی مطهری 70م تهران هم نشد فکر کنم. چرا دروغ میگید؟ بیا انتخابات شرکت، بیا رأی میاری یا رأی نمیاری دیگه، داداش این دعوار نداره که. چه جوری شستشوی مغزی دادن؟ خدا لعنتتون کنه. مثلا عامل شکست انقلاب یک فردی بود در یکی از این شهرها، آتیش به جون مردم زده بود. همینطور هم میومد، مردم ریختن تو اینترنت، این طرف اون طرف فلان. آقا منم بندازه خودم پیگیری کردم. بله کردم، پیگیری قانونی و حقوقی کردم. به اعضای محترم، به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی کشورم گزارش شد، مربوط آدم دادم، به شورای محترم نگهبانم یقین پیدا کردم رسیده. تا روز آخرم پیگیری کردم. روز آخر یه روز یک از آقای من زنگ زد، گفتش که تو داری در مورد این آدم کار میکنی؟ گفتم بله. دروغ که نمیگه. مثلا تا چند ماه پیش از وجود این آدم خبر نداشتم، به قرآن قسم. من شما همین 290 تا میشناسید مثلا؟ من نمیدونستم. گفت چرا؟ گفتم گزارشایی که رسیده اگر درست باشه فاجعه است. من وظیفه‌م اینو برسونم بررسی بشه. من وظیفه‌م تعیین صحت و سقم اینا نیست. مردم علیه این آدم خبر میذاشتن تو اینترنت، منو تگ میکردن. گفتم چرا منو تگ میکنید؟ آقای تهان نظیف شورای نگهبان بیا ببین چی میگن. به من چه ربطی داره؟ یکی از عزیزان بهم زنگ زد که خیلی هم من دوستش دارم، آدم شریفیه، حق استادی گردن من داره. گفت تو چرا این کار داری میکنی؟ گفتم چرا؟ گفت این اگه رأی نیاره اصلاح طلب از اونجا رأی میاره. گفتم شرمنده، استانداردهای من با شما یکی نیست. آقای مردم از اونجا یه سوپر حزب اللهی هم رأی بود، این رد صلاحیت شد، اصلاح طلب رأی نداد. هیچ اوکی هیچ. یه سوپر حزب اللهی از غذا رأی. حرفا چیه؟ همین مردم و جامعه جلو رشد جامعه رو میگیره. با مردم صادق باشید، شفاف باشید، هیچی نترسید. هر روز یه قصه، یه روز تهمت مالی، یه روز تهمت اخلاقی، یه روز تهمت نمیدونم چی، یه روز نمیدونم فلان. نمیشه که هر کس به شما انتقاد داد اسمش یه فرقه بچسبونید بهش. فرقه پایداری، فرقه جلیلیه، فرقه مصاف، فرقه. داداش فکر نمی‌کنی خودت فرقه ای وقتی همه رو داری فرقه می‌بینی؟ یه بابای تو اتوبان داشت راه میرفت، بعد رادیو رو وا کرد، رادیو رو خانم خبرگو مراقب باشید تو اتوبان فلان جا یه دیوانه‌ای داره برعکس میاد. این گفت اینا دیوونه نه این صدا سیمایی‌ها.
اینا همشون دارن برعکس میگن. خود یارو بود. وقتی تو همه رو فرقه می‌بینی فکر نمی‌کنی خودت فرقه ای؟ من به عمرم به این محراب پیغمبر، به این محراب اسلام بستم. من آقای جلیلی تو عمرم نزدیک تا نمی‌دونم. قاعده جامعه اینه وقتی تو شکل اینجوری بگی آقای جلیلی این طرف باشه، پزشکان این طرف باشه، این حرفا رو بزنه، این علمو بیاره بالا، معلوم انقلابی این طرف جمع میشن. اصلا بابت عقیدهشون جمع میشن، میگن اگه رای کم بیاره انقلابمون شکسته. اینا رو متوجه نمیشید؟ اون میشه نماد، اون میشه هویت. بله، کار اتفاق خیلی بزرگی افتاد. ما از ابتدای انقلاب تا الان، اون زمانی که تازه جمعیتمون 36 میلیون بوده، نبوده بین نفر اول و دوم تو انتخابات 2.5 میلیون فاصله باشه. خیلی انتخابات نزدیک شد. کار بزرگی صورت گرفت، مردم بیان تبلیغات کنن، فلان کنن. هر کس هم با آقای پزشکیان رای داده رو سر من جا داره، هر کس با آقای قالیباف رای داده رو سر من جا داره. اشتباه نکنم، همه اینا برای من محترم. همین الانم با قوای محترم کاری داشته باشن از من نوعی بر بیاد، از مجموعه بر شک نکنید دریغ نخوام کرد. امیرالمومنین به عمر بن خطاب مشاوره داد، به خلیفه دوم مشاوره میده امیرالمومنین. این کار مردم نباید زمان بمونه. این برادرها که جای خود دارن. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير أعوانه وانصاره والمستشهدين بين يديه. تجدید الفرج قطب عالم کن حضرت صاحب الزمان. صلوات نعت بفرمایید.